در این ویدیو ابزار بلند و تکنیکاش رو یاد میگیریم و همچنین چند تا طرح جالب رو با استفاده از بلند اجرا میکنیم. برای دسترسی و استفاده از بلند اولین راهش اینه که ابزار بلند رو در نوار ابزارها که به این شکل هست پیدا کنیم. یا اینکه میتونیم از منوی آبجکت بلند و از اینجا استفادهش کنیم که اینجا قابلیت‌های بیشتری داریم ولی بعداً بهشون میرسیم. اول بریم ببینیم مثلا با ابزار بلند چه کاری میشه کرد. بلند به فارسی به معنای مخلوط کردن هست و دقیقاً هم همین کار رو انجام میده. اگه ما دو یا چند تا آبجکت رو در پروژهمون انتخاب کنیم، با استفاده از ابزار بلند میتونیم با هم مخلوطشون کنیم. البته قبل از استفاده از بلند اول روی ابزارش دابل کلیک میکنیم چون مهمه که تنظیماتش رو روی حالت مورد نیازمون تنظیم کنیم. اینجا داخل تنظیمات سه حالت وجود داره: Smooth Color، Specified Steps و Specified Distance که تک تکشون رو میریم و بررسی میکنیم. روی Smooth Color تنظیم میکنم و اوکی رو میزنم. یه مربع آبی در سمت چپ آرتبورد داریم و اون رو میخوایم با دایره‌ای که در سمت راست آرتبورد هست مخلوط کنیم. ابزار بلند رو برمیدارم و اول روی مربع آبی و بعد روی دایره کلیک میکنم. همونطور که میبینین آروم مربع آبیمون تغییر شکل میده و فرم و رنگ دایره قرمز رو به خودش میگیره. حالت اسموث کالر کارش اینه که به نرمترین و آهسته ترین حالت ممکن دو یا چند آبجکت رو برامون مخلوط میکنه. حالت بعدی اسپسیفاید استپس یا مراحل مشخص هست. اینجا یه ورودی داریم و میتونیم تعیین کنیم که دقیقاً چند مرحله بلند اون شکل بگیره. فرضاً اگه من بیام و روی 5 بذارمش، حالا کار بلند رو انجام بدیم، میبینیم که دقیقاً 5 مرحله بین مربع آبیمون و دایره قرمزمون وجود داره و با همین دوتا طرح اول و آخرمون در واقع 7 شکل مختلف داریم. البته این نکته هم بگم که وقتی که بلندی که از قبل ایجاد کردیم در انتخابمون باشه و حالا بیایم و دابل کلیک کنیم و وارد تنظیمات بشیم، هنوز میتونیم که تنظیمات رو دستکاری کنیم و تغییرش بدیم و همزمان بلندمون هم باهاش تغییر میکنه. و الان هم همین کارو میکنم و بریم حالت بعدی رو بررسی کنیم که اسپسیفاید دیستنس هست یا فاصله مشخص. اسپسیفاید دیستنس اینجا باز هم یه ورودی داریم که اینجا فاصله هر مرحله بلند از مرحله بعدی رو مشخص میکنیم که به پیکسل میتونه باشه، به سانتی متر میتونه باشه یا هر واحد دیگه‌ای. اگه بذاریمش روی 10 پیکسل طبیعتاً خیلی فاصله شون کمه، یا هر چقدر زیاد کنیم مراحل بلندمون کمتر میشن و فاصله بینشون بیشتر. بلند یک لایف تول هست، به این معنی که ما میتونیم هر لحظه آبجکت اول یا آخرمون رو تغییر بدیم و مراحل بلندمون هم همزمان باهاش تغییر میکنن. یا حتی میتونیم مسیری که بین دو تا بلند وجود داره رو بیایم با پن تول یا هر ابزار دیگه‌ای که مسیری رو میتونن تغییر بدن دستکاری کنیم و هر شکلی میخوایم درش بیاریم که خیلی کاربردهای مختلفی میتونه داشته باشه. اگه هم بخوایم هر کدوم از مراحل بلندمون رو جدا جدا در اختیار داشته باشیم، میایم از آبجکت و اکسپندش میکنیم و اینجا اوکی رو میزنم. هر مرحله بلند رو جدا میتونم جابجا کنم و دستکاریش کنم. البته یه بدی که این داره اینه که دیگه بلندمون از حالت لایف تول در اومده و نمیتونیم تنظیماتش رو دیگه تغییر بدیم. بریم یه کار جالب با بلند انجام بدیم. من یه دایره درست میکنم و براش یه گریدینت میذارم. آلت رو روی کیبورد نگه میدارم و میکشمش اینور تا یه کپی ازش ایجاد بشه. یه مقدار خیلی کم کوچیکش میکنم و یه خورده هم میچرخونمش. این دوتا رو با هم بلند میکنیم و البته میتونیم از اینجا هم به بلند آپشنز دسترسی داشته باشیم که میذارمش روی حالت اسپسیفاید استپس و 300 مرحله فکر کنم کافی باشه. اگه هم کافی نبود باز میتونیم بعدن دوباره بیایم و همینجا ادیتش کنیم. بلندمون که ایجاد شد، آره 300 مرحله خوبه. حالا یه خط خطی میکشم، براش رو برمیدارم و یه خط خطی میکشم. خط خطیمون مهم نیست که اپریانسش اصلا چه شکلی باشه. حالا این خط خطی و بلندمون رو با هم انتخاب میکنم و این بار میریم از منوی آبجکت. گفتم که اینجا قابلیت‌های بیشتری داره بلندمون. میایم از بلند ریپلیس اسپاین رو میزنیم و همچین طرحی ایجاد میشه. یه طرح سه بعدی طور خیلی جالبی ایجاد شد که احتمالاً شاید دیده باشین و الانم خودتون میتونین این رو به همین سادگی درستش کنین. بازم میتونین توی همین مسیر یا خود آبجکت بلندامون دست ببریم و ادیتشون کنیم، یا اینکه اگه دیدیم که مثلا سایش خوب نیست یه خورده بچرخونیم تا تنظیم بشه و همونطوری که میخوایم بشه. این یه تکنیک جالب بلند بود و حالا بریم یه تکنیک دیگه شو ببینیم که چه کاری میشه کرد. یه بک‌گراند قرمز برای کارمون درست میکنم و با کنترل 2 روی کیبورد قفلش میکنم. حالا تایپ تول رو برمیداریم و رنگ سفید فکر کنم خوب باشه.
یه متن می نویسیم. فونت و ایناشو تنظیم میکنم و یه خورده بزرگش میکنم که دیده بشه و رنگش هم میذارم رنگ کاملا سفید، وسط در وسط هم باشه که دیگه عالی. حالا از این متنمون یک کپی میگیرم و پیستش میکنم دوباره. این رو یه خورده کوچیک‌تر میکنم و میذارمش رنگ همرنگ بک‌گراندمون. این دوتا متن رو با هم انتخاب میکنم و باز از بلند میایم بلند رو درست میکنیم که البته خیلی باید مراحلش بیشتر باشه. بازم میذارم روی 300 فکر کنم خوب باشه. الان یه خورده عجیب شد به خاطر اینه که این متن کوچیک‌تره که باید پشت کار باشه رو قرار داره که اینو میتونیم بیایم از لایه‌ها درست کنیم ولی این ممکنه که توی پروژه‌های مختلف خیلی زمان ببره اینا. که یه راه سریع اینه که از منوی آبجکت همینجا بلند ریورس فرانت تو بک رو بزنیم که هر چی پشت باشه رو میاره جلو و هر چی جلو باشه رو میاره پشت. و به همین سادگی یه متن سه‌بعدی دیگه هم درست کردیم که البته این رو باز یه خورده میتونیم جابجا کنیم تا شکلش یه خورده فرق هم بکنه. و یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که از همین متن سفیدمون یه کپی میگیرم روش خودش رو پیست میکنم و البته یه کاری که میکنم این بلندمون رو میام یه خورده رنگش رو تیره تر میکنم حدود انقدر فکر کنم خوب باشه. هم متنمون کاملا واضح شد و بازم میتونیم باز دست ببریم داخلش. خب عالی شد فکر کنم. در کل بلند در ایلاستریتور خیلی کارایی داره و اگه درست ازش استفاده بشه در روند طراحی میتونه خیلی جاها به کمکمون بیاد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و مطالب مفید بوده باشه. اگه پیشنهاد یا نظری دارین خوشحال میشم در کامنت ها بخونمشون. تا ویدیو بعدی